به نام خدا، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان گرامی. جلسه 18 از شیمی امیدو رو در خدمتون هستیم. ادامه مبحث الکتروشیمی رو انشالله خدمتون توضیح میدیم. این جلسه آخر این فصل هست و الکتروشیمی انشالله به پایان میرسه و ما انشالله جلسه آنلاین میذاریم و اشکالاتون تو این قسمت انشالله حل میکنیم. خب بریم سراغ پیل‌های غلظتی. ما آخرین مطلبی که توی جلسه قبل خوندیم این بود که ما میتونیم رابطه EMF با دلتا جی صفر، دلتا جی رو و رابطه EMF یا همون ای صفر سلول رو با ای که از نظر غلظت متفاوت هستن عنصرهامون یا محلول هامون رو ما به دست بیاریم. حالا میخواییم در مورد اصلا پیل‌های غلظتی صحبت کنیم. پیل‌های غلظتی پیل‌هایی هستن که دقیقاً الکترون هامون شبیه به همن، محلول هامون هم شبیه به همن. تنها چیزی که تفاوت میکنه بین آنود و کاتود غلظت محلول هامون هست. به اینا میگن پیل‌های غلظتی که خیلی شبیه به هم هستن، فقط غلظت‌های اون محلولاتون متفاوته. پس من یه تعریف دادم. پیل‌هایی هستن که از دو الکترود یکسان ولی با غلظت‌های متفاوت تشکیل شدند. خب حالا مثلا این یکی میشه پیل غلظتی. براتون اون نمادش رو آوردم. CU دوبار مثبت، اینجا غلظت 1/100 مولاره. این یکی هم میشه CU دوبار مثبت، غلظت CU دوبار مثبتش 1/10 مولاره. خب ببینید تنها تفاوتشون اینه که غلظت‌های محلولاتون با هم دیگه متفاوته. خب حالا میخوایم بگیم که من اگه مثلا یه سلول غلظتی بهم دادن، از کجا بدونم کدوم یکی رو بذارم آنود و کدوم بذارم کاتود؟ اینجا که خودش بهمون گفته این میشه آنودی میشه کاتود، اما کلا اگه به من بگن یه سلول غلظتی بساز مثلا با محلول غلظت 100 مولار 1/10 مولار، من بدونم کدوم رو بذارم آنود و کدوم میشه کاتود. خب دقت کنید، الان میدونید این کمتره شده آنود، یعنی غلظت کمتره شده آنود، غلظت بیشتره شده کاتود. خب ما توضیح میدیم براتون تو این قسمت که دقیقاً چرا این کارو انجام میدیم. نگاه کنید توی کاتود چه اتفاقی میفته؟ CU دوبار مثبت 2 تا الکترون میگیره و به CU تبدیل میشه. درسته؟ توی کاتود این اتفاق میفته. براتون نوشتم در کاتود CU دوبار مثبت غلظت زیادی دارد، پس الکترون میگیرد و کاهش مییابد. درسته؟ پس توی کاتود من باید غلظت زیاد داشته باشم. دلیلش اینه که باید توی کاتود چنین اتفاقی بیفته، باید CU دوبار مثبت من زیاد باشه که بتونه الکترون ها رو دریافت کنه از آنود و تبدیلش کنه به مس. به خاطر همین است که من توی کاتود چی دارم؟ مقدار غلظت بیشتری از این محلول دارم. خب تو آنود چی؟ تو آنود اصلا چه اتفاقی میفته؟ تو آنود مس یا CU تبدیل میشه به CU دوبار مثبت به اضافه 2 الکترون. خب اینجا براتون نوشتم در آنود CU دوبار مثبت غلظت کمی دارد، پس CU اکسایش مییابد و به CU دوبار مثبت تبدیل میشه. پس توی آنود اصلا من لازم نیست این غلظتش زیاد باشه. چرا؟ همون غلظت کم از این برمیدارم، چون قراره تو آنود این اتفاق بیفته. CU یا فلز مس من قراره تبدیل بشه به CU دوبار مثبت و 2 الکترون، پس لزومی نداره اصلا من غلظت CU دوبار مثبت هم زیاد باشه. اتفاقا باید کم باشه که واکنش که داره انجام میشه تازه به غلظت CU دوبار مثبت من اینجا افزوده میشه. پس به خاطر همین هست شما حالا این دوتا رابطه رو بلد باشید، اما کلا در پیل‌های غلظتی همیشه غلظت‌های کمتر توی آنود قرار میگیره و غلظت‌های بیشتر محلول توی کاتود قرار میگیره. توی این قسمت من دلیلش رو براتون توضیح دادم. خب این به عنوان مثال یک پیل غلظتی هست. این دوتاش دوتا الکترود CU هست. این میشه آنود، این میشه کاتود. چرا؟ چون الکترون از این خارج میشه و الکترون به این وارد میشه. اینم همون ولتمتریه که ما میتونیم مقدار جریان الکتریسیته‌ای که توی اینا انجام میشه رو مورد بررسی قرار بدیم. خب نگاه کنید CU دوبار مثبت شما توی آنود باید مقدارش خیلی کم باشه، غلظتش 100 مولار اینجا هست، اینجا هم 1/10 مولار هست غلظت CU دوبار مثبتتون. خب توضیحات رو من اینجا نوشتم که در پیل‌های غلظتی آن الکترودی که غلظت بیشتری دارد کاهش می‌یابد
و آن الکترودی که غلظت کمتری دارد اکسایش می‌یابد. پس حتما توی پیل‌های غلظتی به غلظتی که به شما توی محلول میدن دقت کنید. خب مورد بعدی این که در پیل‌های غلظتی هیچ واکنش شیمیایی رخ نمیدهد. مثلا بود توی پیل‌های قبلی ما ZN یا روی داشتیم و CU، خب یه واکنش رخ میداد، درسته؟ مثلا این ماده با این ماده با هم واکنش میدادن، مواد مسرور رو ایجاد میکردن. اما تو پیل‌های غلظتی هیچ واکنش شیمیایی رخ نمیده، همون CU ها هستند که فقط الکترون جابجا میکنن و دلیل این جابجایی الکترونش هم همون تغییریه که توی غلظتشون وجود داره. یعنی اگه پیل‌های غلظتی به یه غلظت یکسان رسیدن دیگه هیچ الکترونی رد و بدل نمیشه، درسته؟ پس سعی میکنن تو پیل‌های غلظتی تفاوت غلظت کاتود و آنود رو زیاد بردارن که مدت زمانی که این پیل غلظتی براشون کار میکنه زیادتر باشه. یعنی اگه شما این مثلا 1/100 و 1/10 رو که اینجا در نظر گرفتید، خب به ترتیب داره شما غلظت CU2 مثبتت اینجا داره زیاد میشه، اینجا CU2 مثبت داره مصرف میشه. پس وقتی به یه حدی رسید که این حالا سلول داشت جریان برقرار میکرد، بعد از یه مدتی این دوتا غلظت شبیه به هم میشن و این پیل های غلظتی شما متوقف میشن، درسته؟ پس بهتره که اینا تفاوتشون رو زیاد انتخاب کنن که مدت زمان بیشتر این پیل های غلظتی براشون جریان الکتریسته رو ایجاد کنه. پس هیچ واکنش شیمیایی در پیل های غلظتی انجام نمیشه. بنابراین در این پیل ها که الکترودهای یکسان به کار رفته است، نیروی محرکه استاندارد پیل 0 است، درسته؟ خب چون دوتاشون یکسانن، من E0 سلولم یکسانه. خب E0 منظورم چیه؟ من توی جلسه قبلم براتون توضیح دادم. E0 یعنی اون مقدار پیل رو یا همون ولتمتر پیل رو در شرایط استاندارد در نظر میگیره. استانداردم یعنی چی؟ یعنی فشار 1 اتمسفر و غلظت 1 مولار باشه. خب شما وقتی در پیل های غلظتی الکترودات یکسانه، حالا غلظت ها رو هم بخوای یکسان 1 مولار در نظر بگیری، دیگه اصلا ولتمتر شما عدد 0 رو نشون میده، هیچ واکنشی، یعنی واکنش که نه، هیچ الکترونی رد و بدل نمیشه، درسته؟ بنابراین توی پیل های غلظتی E0 شما حتما 0. پس اون معادله‌ای بود که برای پیل های غلظتی می نوشتیم، می گفتیم E برابر است با E0 منهای 59,000 N log Q، همون که توی جلسه قبل توضیح دادیم. خب دیگه برای خود پیل های غلظتی ما E0 رو 0 در نظر میگیریم، درسته؟ حالا 0 رو من بذارم یا نظرم تأثیری توی جوابم نداره. پس برای چی من 0 رو E0 رو توی سلولای غلظتی برابر با 0 قرار میدم؟ چون وقتی غلظت هاشون یکسان میشه اصلا ولتمتر من عددی رو نشون نمیده، بلکه عددش چیه؟ 0. پس ای برابر است با منفی 59,000 N log Q. پس همون فرموله، فقط E0 رو نداره، چون E0ش توی پیل‌های غلظتی برای من 0 میشه. خب حالا همون سلولی که من براتون حالا در نظر گرفتم به عنوان پیل غلظتی، من براتون می‌نویسم CU2 مثبت، همون که توش کاتود انجام میشد، اونی بود که غلظتش زیاد بود دیگه. CU2 مثبت به اضافه 2 الکترون میدهد CU. فقط تنها تفاوتی که اینجا براتون نوشتم، غلظت ها رو هم کنارش نوشتم که بخوام حالا وارد ای کنم بدونم حالا کدوم غلظت رو باید وارد کنم. خب پس CU2 مثبت به اضافه 2 الکترون میدهد CU، این واکنش کاهشه که غلظتش هم کنارش نوشتم CU2 مثبت. خب نیم واکنش اکسایش هم که میشه CU میدهد CU2 مثبت به اضافه 2 الکترون. اینجا هم غلظت CU2 مثبتش رو کنارش نوشتم که چون آنود هست غلظت کمتره حالا مالش هست که 1/100 مولاره. خب حالا میام واکنش کلی رو باش می‌نویسم. این 2 تا الکترونه، اینم 2 تا الکترونه که راحت با هم دیگه میتونم حذف کنم. گفتم که CU ها رو هم الان نگاه کنید، چون پیل غلظتیه 2 تا الکترود شبیه به همه، خب اصلا میتونم با هم حذف کنم. چون اگه من حذفم نکنم بیام بنویسم یه دونه اینجا CU میفته، اینجا هم یه دونه CU میفته، پس راحت من میتونم همینجا هم حذفش کنم. حالا پس بهتره قبل از اینکه بنویسم و توی نیم واکنش ها هست همونجا حذفش رو انجام بدم. خب پس CU ها هم با هم دیگه حذف میشن، چیزایی که میمونن رو مینویسیم. اینجا میمونه CU2 مثبت 1/10 مولار، اینجا میمونه CU2 مثبت 1/100 مولار. نگاه کنید اگه شما واکنش هاتون رو اشتباه بنویسید، یعنی جای کاتود و آنود رو اشتباه بنویسید، این واکنش کلیتون هم اشتباه در میاد، درسته؟ پس لطفا تو این قسمت دقت کافی رو داشته باشید.
حالا میام و توی فرمول اینا رو میذارم. ای برابر است با منفی 59,000 به روی n لوگ کیو. خب منفی 59,000 به روی 2، چرا؟ چون 2 الکترون من رد و بدل شد. لوگ کیوت میشه چی؟ کیو هم میشه این غلظت سی دو بار مثبتت که سمت راست قرار گرفته به غلظت 32 بار مثبتی که سمت چپ قرار گرفته. دیگه حالا من چون هر دوش میشد غلظت 32 بار مثبت دیگه ننوشتمش. اینجا میشه 1/100 غلظتش، اینجا هم میشه 1/10. هیچ کدوم هم ضریبی نداره که بخوام به توانی برسونم. خب جواب این رو که به دست بیارم میشه 298/10,000. حتما جوابش رو خودتونم به دست بیارید که برای امتحان دیگه مشکلی برای جواب آخر نداشته باشید. خب این یه نمونه سوال از پیلای غلظتی که من براتون حل کردم. خب یه مثال دیگه از این قسمت رو هم میگم خدمتون. گفته توی مثال که نیروی محرکه پیل غلظتی رو به دست بیارید. درسته؟ خب بریم و اول ببینیم پیل غلظتیش اصلا چی هست که ما بخوایم حالا نیم واکنش اکسایش کاهش بنویسیم. پلاتین که کاری بهش نداریم، این برای حالا الکترودهای گازی شکله. H2 گفته 2 اتمسفر، H مثبت 25,000 مولار، پل نمکی H مثبت 5 مولار. خب درست داده. نگاه کن اونی که غلظت مولارش بیشتر هست اون توی کاتود هست حتما. H2 رو اینجا داده 1/10 اتمسفر و پلاتین. پس نگاه کنید این دقیقاً پیل غلظتیه. دوتاش برای هیدروژن مطرح شده، حالا هم اتمسفرها و هم غلظت ها رو هم بهتون داده که بتونید حالا اینا رو با هم دیگه محاسبه کنید و توی کیو بذارید. خب من میام نیم واکنش کاهش و اکسایش رو می‌نویسم. اولا دو تا شبیه به هم، یکیش فقط مثلا H2 میشه H مثبت، یکیش H مثبت میدهد H2. تفاوت زیادی با هم ندارن، اما باید حواستون باشه برای گذاشتن این اعداد. اگه این اعداد رو اشتباه شما بذارید تو نیم واکنش اکسایش کاهش به هیچ عنوان کیوتون درست در نمیاد و جواب آخرتون هم کاملا اشتباهه. خب میاد چه کار میکنید؟ میگه من اول نیم واکنش اکسایش رو طبق این باید بنویسم. خب نیم واکنش اکسایش چطور میتونم با H2 و H مثبت بنویسم؟ به این صورت که اگه بنویسم H2 میدهد H مثبت، خب یه 2 میذارم اینجا، 2 تا H مثبت، پس 2 الکترون هم اینجا اضافه میکنم. این میشه نیم واکنش اکسایشه. همون لحظه که نیم واکنش اکسایش نوشید حتما غلظت‌هاشو کنارش بنویسید، چون که دقیقاً این وری هم H2 H مثبت، امکانی که اشتباه کنید هست. پس این شد نیم واکنش اکسایش. تو نیم واکنش اکسایش H2 من 2 اتمسفره، H مثبت من 25,000 که منم همین رو نوشتم. خب برای کاتودم که باز دوباره باید همون رو بنویسم، فقط جوری باید بنویسم که 2 تا الکترونم سمت چپ بیفته که نیم واکنش کاهش من رو نشون بده. پس می‌نویسم 2 تا H مثبت به اضافه 2 الکترون میدهد H2. خب اینم نیم واکنش کاهشمه که مال سمت راستیه هست و باید حتما اونم غلظت‌هاشو وارد کنم. خب H مثبت من 5 مولاره، می‌نویسم H2 هم 1/10 اتمسفره. خب میام زیرش خط میکشم که بتونم واکنش کلی رو بنویسم. تو این واکنش 2 تا الکترون با همدیگه حذف میشن، چون هر دوشون هم اندازه هم هستن. اگه اندازه هم نبودن که اینجا امکان نداره. شما پیل غلظتی وقتی استفاده میکنید اصلا نیم واکنشاتون شبیه به همه، بنابراین الکترون هاتون حتما شبیه به هم در میاد. این دوتا رو با هم حذف میکنم. خب چرا نمیام H2 رو حذف کنم؟ اینجا دیگه اونجوری نیست. دفعه قبل توی حالا اسلاید قبلی دوتاش مثلا CU بود، فلز CU بود. درسته؟ CU هم که با هم دیگه هیچ فرقی ندارن فلزاش، به خاطر همین با هم حذفش کردم. اما اینجا نگاه کنید فشار H2 ها با هم متفاوته. اگه فشار H2 ها رو یکسان میداد خب من میتونستم حذفش کنم، اما الان متفاوته. غلظت های H مثبت من که باید متفاوت باشن. درسته؟ پس من به جز الکترون هیچ چیز دیگه ای رو اینجا حذف نمی کنم، همه رو می نویسم. H2 2 اتمسفر به اضافه 2 تا H مثبت 5 مولار میدهد 2 تا H مثبت 25,000 مولار به اضافه H2 که 1/10 اتمسفر است. خب این واکنش کلیم هست. حالا توی اسلاید بعدی اومدم و توی فرمول قرارش دادم. خب این واکنش کلی رو دوباره اینجا نوشتم. حالا ای من میشد منفی 59,000 به روی 2 لوگ
کیو دیگه، درسته؟ خب دو رو گذاشتم چون تعداد الکترون هام دو بود. حالا بیام رو کیو بس کنم. برای کیو من باید قسمت های فراورده ها رو توی صورت بذارم، قسمت های واکنش دهنده رو بیام توی مخرج بذارم. خب برای صورت هم که میشه H مثبت به توان 2، درسته؟ پس میشه غلظت H مثبت هم به توان 2 ضرب در H2، یعنی همون فشار H2، درسته؟ گفتم جایی که گازی باشه من فشار H2 رو وارد میکنم، گازهایی هم جاهایی که محلول باشه من مولاریتش رو وارد میکنم، درسته؟ پس لزومی نداره دیگه اینجا من اینو توی کروشه قرار بدم، چون فشار H2 راحت میتونم بنویسم H2. برای واکنش دهنده هم دقیقا شبیه به همینه دیگه، فقط غلظت ها و فشارهامون متفاوته. خب پس من میام جای H مثبت این قسمت 25000 رو می‌نویسم به توان 2 ضرب دره. به جای فشار H2 هم 1/10 رو میذارم. خب برای حالا واکنش دهنده ها رو من توی مخرج می‌نویسم. غلظت H مثبت من اینجا 5 مولاره که به توان 2 میذارم ضرب در فشار من که 2 اتمسفر که اینم پایین میذارم. خب جواب آخرم در میاد 174,000 ولت که میتونید خودتون رو محاسبه کنید و ببینید جوابتون شبیه به مال من میشه یا نه. خب این هم مثالی که این توی این قسمت براتون حل کردیم. مورد آخری که توی واکنش های الکتروشیمی هست و میخوایم براتون توضیح بدیم این هست که کلا سلولای الکتروشیمیایی به 2 دسته تقسیم میشن، یکی سلولای گالوانی، یکی سلولای الکترولیتی. تا حالا هرچی ما بحث کردیم در مورد سلولای گالوانی بود. سلولای گالوانی یعنی سلول هایی که انرژی شیمیایی رو به انرژی الکتریکی تبدیل میکنن. خب مثل چی؟ مثل باتری. شما باتری که استفاده میکنید توی یه واکنش های شیمیایی رخ میده که جریان الکتریسیته رو بر شما برقرار میکنه. مثل سلولای سوختی که حالا ما واردش نشدیم و اونم شبیه به باتری عمل میکنه. خب حالا سلولای گالوانی رو ما همه توضیح دادیم براتون، یعنی تا هر چی الان توضیح میدادیم همش مربوط به سلولای گالوانی بود، چون همه اونا برامون جریان الکتریسیته برقرار میکردن. حالا ما میخوایم یه کار دیگه انجام بدیم، بیایم سلولای الکترولیتی رو مورد بحث قرار بدیم. البته اینو خیلی کوتاه بحث میکنیم. سلول الکترولیتی برعکس سلولای گالوانی میان و انرژی الکتریکی رو میگیرن و به انرژی شیمیایی تبدیل میکنن، دقیقاً عکس گالوانی. یعنی واکنش هایی که انجام نمیشن ما میایم به زور انجامشون میدیم، بهشون جریان الکتریسیته میدیم تا این واکنش مجبور شه انجام بشه و پس ما جریان الکتریسیته رو انگار تبدیل میکنیم به یه واکنش شیمیایی که خودمون میخوایم. خب پس این عکس سلول گالوانیه. مهمترین حالا دستگاهی که این کار رو انجام میده الکترولیز یا برق کافت هست. حالا ما معمولا به اسم الکترولیز بیشتر معروفه و الکترولیز این کار رو انجام میده. بیام الکترولیز رو یکم مورد بحث قرار بدیم و حالا راحت ترین حالا مثالی که توی این قسمت هست و پرکاربرد هست رو مورد بررسی قرار بدیم. پس الکترولیز انرژی الکتریکی رو به انرژی شیمیایی تبدیل میکنه. خب یه فرمول هست M کوچیک یا همون جرم برابر است با I T M به روی NF. خب یکی یکی اینا رو معرفی کنیم ببینیم چی هستن. I که همون شدت جریان بر حسب آمپری هست که من به جریان الکترولیز میدم. خب T مدت زمانیه که من این جریان رو برقرار میکنم بر حسب ثانیه. M جرم مولی ماده‌ای که داره اون واکنش الکترولیز روش انجام میشه. N که همون تعداد الکترون های جابجا شده است. F هم که همون ثابت فارادی 96500 هست. M کوچیک هم جرم اون ماده‌ای که توسط الکترولیز برای من به وجود میاد. خب یه مثالی در موردش حل کنیم. با عبور جریان الکتریسیته‌ای به شدت 75 صدم آمپر در مدت 10 دقیقه از ظرف الکترولیز حاوی سولفات مس چند گرم مس در کاتود آزاد می شود. جرم مولی مس رو هم داده 63.5. خب من میگم این اومده تو کاتود خودش گفته انجام شده دیگه، یعنی Cu دوبار مثبت به اضافه 2 الکترون میدهد Cu. چون ما توی کاتود معمولا افزایش جرم داریم، معمولا الکترولیز رو وقتی میخوان در نظر بگیرن میگن ببینید تو کاتود چه مقدار گرم مس یا حالا هر ماده دیگه‌ای که بخوان الکترولیز انجام بدن ببین چه مقداری برامون آزاد شده. خب من برای این واکنش رو نوشتم که بدونم 2 الکترون رد و بدل میشه، درسته؟
پس سی یو دوباره مثبت به اضافه 2 الکترون میدهد سی یو. حالا میذارم توی فرمولش، حالا فرمولش توی اسلاید قبلی هست. خب جریان رو به من داده، زمان رو هم گفته 10 دقیقه، من به ثانیه تبدیل میکنم. جرم مولی هم که 63.5 داده، n هم که تعداد الکترون هامه که 2 هست و ثابت فارادی هم که وارد میکنم. پس جریان 75 صدم آمپر 10 دقیقه ضرب در 60 میکنم که ثانیه هم به دست بیاد. اینم که جرم مولی همون 63.5 هست، تعداد الکترون ها هم 2 در اون عدد ثابت فارادی که جواب آخر هم میشه 148 هزارم گرم سی یو. یعنی اگه من روی خود مس، مثلا شما محلول مس رو دارید سی یو دوباره مثبت، میخواید فلز مس داشته باشید، باید الکترولیز انجام بدید، یعنی بهش جریان برق بدید که این سی یو دوباره مثبت از تو محلول بیرون بیاد و فلز مس براتون ایجاد کنه. درسته؟ به این میگن الکترولیز یا برق کاف، که حالا مثلا نشون داد که اگه جریانتون اینقدر باشه، اینقدر مدت زمان بهش فرصت بدین، این مقدار شما فلز سی یو رو میتونید به دست بیارید، که به این میگن الکترولیز و معمولا برای استخراج فلزها از محلولات خیلی خیلی کاربرد وسیعی داره. خب قسمت الکتروشیمی شما تموم شد تو این فصل. حالا انشالله جلسات بعد به فصلهای بعدی میپردازیم. موفق و مؤید باشید تا جلسه آینده. خدا نگهدارتون.